الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. به ما سوال آمده است که آیا اسلام شکننده دارد؟ بارک الله فیکم. به یگان مسلمان نباید پوشیده باشد، نباید نافهما باشد که اسلام شکننده دارد. هر انسانی که مسلمان شد باید بداند، بفهمد که اسلام شکننده دارد. چگونه که همه چیز شکننده دارد. طهارت شکننده دارد، حج شکننده دارد، روزه شکننده دارد، زکات شکننده دارد، اسلام شکننده دارد، مسلمانی شکننده دارد. و شکننده های مسلمان ها، شکننده های اسلام، شکننده های مسلمانی به نهایت زیاد است. علما عدد این را به 400 و 500 عدد ذکر کردند. اما این 400 500 عدد را شیخ الاسلام ابن تیمیه، شیخ محمد ابن عبدالوهاب به زیر 10 عدد ذکر میکنند. بخصوص شیخ محمد ابن عبدالوهاب در کتاب نواقض الاسلام میگن که 10 شکننده اسلام که به اجماع علما این اسلام را میشکند از همه مشهورترین و معروفترین است و دیگر شکننده ها به زیر این 10 وارد می شود. و بزرگترین شکننده اسلام این شرک است و اولین شکننده اسلام شرک است. و دومینش بین خود و بین الله واسطه گرفتن است. سومینش کافران و مشرکان را کافر و مشرک نشماریدن و دین اونها را صحیح دانستن است. مشرک را دیده و دانسته مشرک و کافر نگفتن است. چهارمینش حدی و منهجی غیر رسول الله را، حکم غیر رسول الله را، راه و روش غیر رسول الله را از راه و روش رسول الله خوب و افضل دانستن. پنجمینش بغض و عداوت کردن، بغض و عداوت داشتن نسبت یک چیزی که رسول الله آوردند، خواه بزرگ باشد این چیزی رسول الله آورده یا کم. یک سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را کسی که بد میبیند بغض دارد، البته که این اسلام شکست به اجماع علما. و ششمینش سحر و جادو. کسانی که به این جن پرستی و علم غیب مشغولند، دعوای علم غیب، این شکننده اسلام است، اسلامش می شکند. و البته همچنین 10 شکننده وجود دارد. کمک کردن کفار، نصرت دادن اونها، اعتقاد کردن به این که کسی از دین برآمدنش جایز است، والعیاذ بالله تعلیم گرفتنی، بگویم تعلیم نگرفتن و اهمیت ندادن به دین. ششمینش اگر سحر باشد، هفتمینش استهزا و مسخره کردن، استهزا کردن دین، استهزا کردن الله رسول، استهزا کردن شعائر اسلام، استهزا کردن قرآن و سنت. هشتمینش کمک کردن کفار، مظاهرات المشرکین و معنیتهم علی المسلمین، کمک کردن کفار، موالات اونها، کمک کردن کفار بر ضد مسلمان ها. نهمینش اعتقاد کردن به این که کسی از دین برآمدنش جایز است، فلان انسان اگر عمل نکند هم جایز است گفتن، همچنین اعتقاد داشتن. دهمینش تعلیم نگرفتن دین، تعلیم ندادن دین، به اهمیتی کردن نسبت دین. این همه بزرگترین شکننده های اسلام است که به اجماع علمای اهل سنت و الجماعت هر کسی که به این شکننده ها واقع شد اسلامش می شکند. جاهلم گفتنش، نفهمیدم گفتنش، خطا کردم گفتنش فایده ندارد. مرتد است و مشرک است و کافر است. فقط یگانه عذری که در این 10 می تواند که عذر باشد این اکراه است، چخیلی که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان ذکر کرده است: و من کفر الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح صدره بالکفر. هر کسی که کفر به الله آورده باشد او کافر است،
بجز کسانی که اکراه شده باشد، مکره باشد، یعنی مجبور شده باشد، یعنی کسی او را چنان اذیت داده باشد، به حالت مرگ آورده باشد که از همین سبب اذیت و درد و رنج و آزار یک سخن کفری یا یک عمل کفری و شرکی را انجام داده باشد. در این حالت الله میبخشد اگر قلبش پر از ایمان باشد و قلبه مطمئن بالایمان باشد. اگر قلبش هم به همون کفر راضی شود، در حالت اکراه هم این کفر میشود. شرط اکراه همین است که قلبش ایمان داشته باشد، به قلبش همون کفر و شرک را انکار کند، اما مجبورا ظاهرا از سبب مجبوری این کفر را انجام میدهد. بارک الله فیکم. پس تمام شکننده های اسلام به 4 قسم تقسیم می شود. شکننده های قولی، شکننده های اسلامی که به زبان می شکند، شکننده های اسلامی که به اعتقاد می شکند، شکننده های اسلام که به عمل است، تعلق دارد به عمل اسلام می شکند، و شکننده های اسلامی که به شک می شکند. بسیار شکننده های اسلام است که به زبان به سخن می شکند، چخیلی که در قرآن عظیم الشأن آمد یک چند نفر از انسان‌هایی که بر رسول الله ایمان آورده بودند از جمله صحابگان شده بودند، اما به سخن یک کفری به زبانشان اسلامشان شکست. اونها چیکار کردند؟ استهزا کردند. 4-5 نفر نشستند، یک نفر از درون همین 5-4-5 نفر یک نفر استهزا کرد، صحابگان رسول الله را استهزا کرد، مسخره کرد، دین را مسخره کرد. و یک نفر از درون همین 4-5 نفر خست و انکار کرد و به رسول الله رفت و خبر داد. الله همون گوینده و همون شنوندگانی که شنیدند و آرام ایستادند و سکوت کردند و انکار نکردند، اونها را تکفیر کرد. الله گفت لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. الله گفت ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. آیا به الله، رسولش، به آیاتهای الله دارید شما استهزا و مسخره و شوخی میکنید؟ لا تعتذروا، عذر نبیارید، عذر نآورید. قد کفرتم، به تحقیق کافر شدید بعد ایمانکم، بعد از ایمانتون. اینو دلالت میکند که اینها ایمان داشتند اما بعد از ایمانشون به سبب استهزا کافر شدند. علما میگویند کسی که استهزا کرد یک نفر بود، کسی که سخن استهزا کرد یک نفر بود، باقی مانده فقط گوش کردند و سکوت کردند. همین سبب سکوت، به سبب سکوت الله اونها را هم تکفیر کرد، برای که سکوت این علامت رضا است. سکوت کردن در روبروی شرک و کفر این علامت رضا است، این شکننده اسلام است. الله همه اینها را برابر تکفیر کرد. نگفت که شما ساکت بودید، نگفتید شما مسلمانید، نگفت شما ساکت بودید در روبروی شرک این کار نکرده، شما هم کافرید. این دلیل است به شکننده قولی، شکننده اعتقادی وجود دارد. هر کسی که مشرک را مشرک اعتقاد نکند، هر کسی که شرک را شرک اعتقاد نکند، کفر را کفر اعتقاد نکند، یا که کفر شرک را جایز بداند، البته این اعتقاداً مشرک است. گرچنده که عملا شرک را انجام نمیدهد، اما شرک را اعتقاداً جایز داند، این مشرک است. یا عملا کسی شرک را انجام بدهد، عملا کفر را انجام بدهد، به ضد دین بجنگد، حرکت بکند، مسلمان کشی بکند، یا قبر پرستی بکند، دعای غیر الله بکند، والعیاذ بالله، این بشکننده اسلام از عمل از جسم واقع شده است. و 4مین نمود شکننده اسلام که شکننده اسلام به همین 4مین قسم میگردن، این شک است. شک کردن بر دین، شک کردن نسبت الله، شک کردن نسبت رسول الله، شک کردن نسبت قرآن، شک کردن نسبت دین. این شکننده اسلام است. شک کردن نسبت کافر بودن کفار و مشرکین، این شکننده اسلام است. یعنی تمام شکننده اسلام به همین 4 نمود، به زیر همین 4 نمود باز میگردد: شکننده قولی، شکننده عملی، شکننده اعتقادی و شکننده شک. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. پس باید مسلمان ها اهل توحید اهمیت بدهند و از این نمود شکننده ها خود را دور بگیرند. بارک الله فیکم.